بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحثمون درباره سرانجام و عاقبت ستمگران بود. نمرود ابن کنعان، پادشاه هم عصر با حضرت ابراهیم علیه السلام در منطقه بابل، او هم مثل دیگر فرمانروایان هم ظالم بود، هم زورگو بود، هم بت پرست بود و رواج بت پرستی میکرد و کاخش رو پر کرده بود از بت‌هایی از طلا و نقره و غیره، و کم کم و رفته رفته ادعای خدایی هم کرد. چون ظلم اینطوره دیگه. قدیمی ها میگفتن تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. اول با یک ظلم کم شروع میکنن و بعد به این حد از وقاحت میرسن که میگه من خدای روی زمین شما هستم. نمرود با حضرت ابراهیم علیه السلام همیشه در دشمنی بود، همیشه در عداوت بود. چرا که حضرت ابراهیم ندای لا اله الا الله سر میداد و نمرود ندای انا الرب. حضرت ابراهیم مردمان رو به خداپرستی و یکتاپرستی دعوت میکرد، نمرود هم مردم رو دعوت میکرد به خودش و به دوری از حضرت ابراهیم و به براءت از حضرت ابراهیم. گذشت، جشنی داشتن سالیانه، اینا شرکت میکردن، همه باید میرفتن تو اون جشن حکومتی شرکت میکردن. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن که من نمیام. بهش گفتن چرا نمیای؟ قال انی سقیم. قرآن میفرماید، گفت من بیمارم، من مریضم. که حالا بحث شده که امام صادق علیه السلام فرمودن اینجا حضرت تقیه کردند. بعضی روایات هم داره خیلی زیباست، نگاهی به آسمان ها کرد و اون چه اتفاق میفته بر پسر فاطمه زهرا حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو دید و این صحنه ها که بر او تداعی شد و اون صحنه ها رو نظاره کرد، فرمود انی سقیم، من بیمارم، یعنی بیمار مصائب ابی عبدالله. بگذاریم، او شرکت نکرد با امت نمرود در این جشن، در شهر موند به خاطر یک کاری. اون کار چیه؟ کلنگ رو برداشت، تیشه رو برداشت، افتاد به جون این بت‌های چوبی و سنگی و طلایی و نقره‌ای بیخاصیت. دونه دونه اینها رو نقش بر زمین کرد. آقا مردم که برگشتن دیدن ای داد بیداد، خداهاشون نقش بر زمینن. گفتن کار کیه؟ کار کیه؟ حضرت ابراهیم رو آوردن. تصمیم بر این گرفتن که اون ظلم و اون جنایت بزرگ رو بر سر این پیغمبر خدا بیارن. یک آتیشی درست کردن که نگو نپرس. 1 سال فقط هیزم جمع می‌کردن. انقدر مهم شده بود مسئله هیزم جمع کردن برای عذاب دادن حضرت ابراهیم که طرف بچهش مریض میشد نذر میکرد. میگفتش که اگر بچم خوب بشه من مثلا 2 کیلو هیزم نذر میکنم بریزیم پا آتیش حضرت ابراهیم. انقدر این آتیش شعله ور بود که نوشتن مرغان آسمان به نزدیکی این آتش که میرسیدن همونجا جان میکندن، جونشون تموم میشد، میمردن، رو زمین میافتادن. اینقدر آتیش فوران میزد که وقتی هم خواستن حضرت ابراهیم وارد آتیش کنن دیدن اصلا نمیتونن نزدیکش بشن. بعد دارد که شیطان خودش رو به شکل یک انسان نزدیک کرد به نمرود، گفتش که من یه چیز بهتون یاد میدم که با توسط این وسیله ابراهیم رو داخل آتش بندازید، و اونجا منجنیق رو به اونها یاد داد. بله دیگه، شیطان هم ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم، نمرود اولیاء شیطان است و شیطان هم بر او نازل می شود و یاریش میکنه، چون در مسیر نافرمانی خداست. حضرت ابراهیم رو انداختن داخل آتش و اون قصه هایی که همه میدانید، یا نار کونی بردن و سلاما، خدا آتش رو امر کرد که سرد و سلامت باش برای ابراهیم. وقتی بعد مدتی گذشت خبر دادن که نمرود ابراهیم علیه السلام در آتش نشسته، سر و مرو گنده. گفت یک برجی رو برای من بنا کنید. آقا یک قصری درست کردن، گفت میخوام ببینم از بالا. از بالا رفت نگاه کردید، بله حضرت ابراهیم داخل آتش نشسته، هیچ باکش هم نیست. با او مکالمه کرد، گفت هیچ اذیت نمیشه تو این آتش؟ گفت نه. گفت اگر راست میگی بیرون بیا. همون لحظه حضرت ابراهیم علیه السلام از آتشی که نمرود برای او بنا کرده بود و درست کرده بود خارج شد. یه مناظره‌ای کردن حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود و مناظرهشون این بود که حضرت ابراهیم به او فرمود، قرآن تعبیر میکند ربی الذی یحیی و یمیت،
خدای من اون خدایی است که زنده میکند و میمیراند. قال انا احیی و امیت. نمرود گفت که کاری نداره، منم هم زنده میکنم هم میمیرانم. دستور داد آقا 2 زندانی بردارید بیارید. در زندان رو باز کردن، 2 زندانی آوردن. نمرود به یکیشون گفت تو آزادی، یکی رو کشت. گفت دیدی من هم زنده کردم هم این طرف رو کشتم. مغالطه کرد نمرود. بعضی تعابیر داد که حضرت ابراهیم فرمود اگه راست میگه اونی که کشتی رو زنده کن. بعد خودشون این کار رو کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام مسئله دوم رو درخواست کرد از نمرود. فرمود فان الله یأتی بالشمس من المشرق. خدای من خورشید رو از شرق بیرون میکشه. فأت بها من المغرب. اگه راست میگی تو خدایی، فردا صبح آقا خورشید از مغرب کار کن طلوع کنه. فبهت الذی کفر. مبهوت شد اینجا نمرود. والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. اما عاقبت این جناب نمرود ستمگری که ادعای خدایی میکرد و پیغمبر خدا رو هم اذیت کرد چی شد؟ این نمرود بخت برگشته، انقدر ببینید جهل با ظلم همیشه برادرن، انقدر این طغیانش بالا زده بود، انقدر این مصیبتش و معصیتش شدید شده بود، گفت من باید با خدا بجنگم، با خدایی که ابراهیم میگه. دستور داد. عقاب‌هایی بود، حالا اینجور که نقل تاریخ و روایات هست، عقاب‌هایی بوده که قدرت‌های عجیبی داشتن. به پای این عقاب‌ها صندوقچه‌ای بست، خودش داخل این صندوقچه نشست و به این عقاب دستور داد پرواز کن، که در نقل است از بیت المقدس پرواز کرد و محل فرودش جبل الدخان بود. با این خلاصه عقاب‌ها پرواز کرد که بره ببینه خدای حضرت ابراهیم رو و با او بجنگه. وقتی برگشت روایت دارد ملکی آمد به او گفت من ملکی هستم از طرف خدا. ببینید چقدر خدا با اینکه نمروده و اینقدر جنایتکاره، خدا میخواد او رو هم هدایت کنه، خدا میخواد اون رو هم برگردونه به مسیرش. آمد ملک گفت دست بردار از این کارات نمرود. چه کار با خدا میخوای بجنگی؟ گفت آره میخوام با خدای تو بجنگم. بگو 3 روز به من مهلت بدن لشکریانم رو جمع کنم، خدا هم لشکریانش رو بفرسته، با هم مبارزه کنیم، با هم بجنگیم. این ملک از جانب خدا گفت باشه قبول. آقا 3 روز گذشت، این هر چی سرباز داشت، هر چی نیرو داشت، هر چقدر اطرافیانش بودن همه رو جمع کرد، یک لشکر عظیمی درست کرد. خدا چه کار کرد؟ روایت دارد خدا تعدادی پشه فرستاد و این پشه ها این سربازان و این لشکریان نمرود رو نیش زدن. حالا طوری بود که همه فرار کردن، از اون دردی که داشت و از اون حالا ترسی که به جون اینها افتاد همه فرار کردن. مرحله بعدی خدا چه کار کرد؟ یک پشه ای که در تعبیر دارد نصف بدنش هم فلج بود، یعنی یک پشه ناقص الخلقه، خدا این رو فرستاد از تو بینی نمرود واردش کرد. آقا این نمرود بیچاره روزی 10 بار یه چوب گرفته بود دستش، هی میزد تو سر خوده. جوری شده بود که افرادی که میخواستن بیان دستبوسی نمرود، اگر میخواستن لطفی به نمرود کنن یه چوب برمی داشتن 4 تا اونا میزدن، یعنی لطف کنن که این یکم درد سرش آرام بگیره، و انقدرم زد تو سر خودش تا آخر به درک واصل شد و از دنیا رفت. ببینید اینه اوج ذلت و پستی و خواری رو خدا بر سر ظالمین میاره. تازه اینا تو دنیاشه، حالا آخرت و قیامت و جهنم چه خبره الله اعلم. خدا انشاءالله ریشه ظلم رو، هم ظلم نفسانی رو از وجود ما برداره و هم ظلمی که در جهان جاری و ساری است. اللهم عجل لولیک الفرج.